یه چیزی بهت میگم، بعد برداشت نکن. بعضی وقتا مشورت گرفتن از آدمایی که ما رو دوست دارن بدترین کار دنیاست. فرقی نمیکنه پدرت باشه، مادرت باشه، دوستت باشه، همسرت باشه. چرا؟ چون اونا میخوان که ما توی منطقه امن بمونیم و ریسکی نکنیم. فرض کن پدر و مادری میان میگن که اون کار اداری ثابتت که حقوق داره، مزایا داره، بیمه داره، بازنشستگی داره رو ول نکن. به علاقت نچسب، سمت علاقت نرو. خب وقتی که شما با یه همچین ذهنی طرف هستی، هیچ وقت سمت علاقت نمیری، هیچ وقت اون منطقه امنت رو رها نمی‌کنی و فرصت‌هایی که اون بیرون هست رو هیچ وقت تجربه نمی‌کنی. همون علاقه‌ای که اگه سمتش بری هم برات پول میسازه، هم روحت آزاد میکنه. ولی اگه در خودت این توانایی رو نمیبینی، پس همون به سمت کار اداریت بچسب. ولی اگر فکر می‌کنی که یک علاقه خیلی زیادی داری که میتونی هر روزت رو با انگیزه بیدار شی، پس سعی کن با افرادی مشورت کنی که یک، توی این کار تخصص داشته باشن، دو، افراد شجاعی که بهت انگیزه و باور بدن و خودشون توی این مسیر موفق شده باشن. گوله این ذهن‌های فقیری که از نسل به نسل به ما رسیده رو نخور و مسیری که خودت لذت میبری و امتحان کن و عاشقش شو، چون این ور خبری نیست و همه خبرها اون ور خطه. از منطقه امنت بیا بیرون.